بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان گرامی سلام، امید که صحتمند و سلامت باشین. در این ویدیو یکی از روش‌های مؤثر یادگیری که به نام روش پلاسمید یا روش صفحه مشارکتی گروهی یاد میشه برای شما معرفی میکنم. روش پلاسمید یکی از روش‌های مؤثر یادگیری هست که در این روش شاگردها به صورت گروهی کار میکنه تا ایده ها، نظریات و دانش خود با همدیگه شریک کنه. این روش باعث افزایش همکاری، مشارکت فعال و تفکر انتقادی در میان شاگردان میشه. چگونه این روش در صنف تطبیق میشه؟ در ابتدا استاد شاگردان صنف به گروه های 3 تا 5 نفره تقسیم میکنه و برای هر گروه یک چارت یا یک کاغذ بزرگ سفید و یا هم تخته سفید را میده. سپس خود استاد و یا هم از اعضای گروه میخواهد که چارت را نظر به تعداد اعضای گروه و همچنین یک بخش مرکزی تقسیم بندی کنند، طوری که قسمت اطراف چارت مخصوص تعداد اعضای گروه و بخش مرکزی برای نظریه مشترک گروه می باشد. سپس موضوع کار گروپی هر گروه استاد مشخص میکنه و برای شاگردان چند دقیقه وقت میده تا به صورت تنهایی در رابطه به موضوع فکر کرده ایده و نظریه خود در چارت در قسمت مخصوص خود بنویسه. در این مرحله هیچ گفتگوی بین شاگردان صورت نمیگیره. زمانی که همه نظریات خود نوشتن، سپس اعضای گروه شروع میکنه به گفتگو، نظریات یکدیگه خود بررسی میکنه، روی تفاوت‌ها و شباهت‌ها با همدیگه بحث میکنه و نتیجه کلی و یا نظریه کلی را در قسمت مرکزی چارت مینویسه. بعد از ختم این مرحله استاد از نماینده هر گروه میخواهد تا بیاید پیش روی صنف و کار گروپی خود به بقیه شاگردان توضیح بده. زمان مناسب استفاده از روش پلاسمید یکی در ابتدای درس، زمانی که بخوایم که دانش قبلی شاگردان را سنجش کنیم ما میتونیم که از روش پلاسمید کار بگیریم. در این مرحله نیاز نیست که استاد محتویات آموزشی را قبل از قبل در اختیار شاگردان قرار بده و یا از شاگردان بخواهد که مروری داشته باشه و همچنین به خاطر جمع‌بندی و مرور درس میشه که از روش پلاسمید کار گرفت. برای تدریس مفاهیم باز، مفاهیمی که نیاز به بحث و تحلیل و گفتگو داره، ما میتونیم که او مفاهیم با استفاده از روش پلاسمید تدریس کنیم. فواید روش پلاسمید: زمانی که استاد موضوع را با استفاده از روش پلاسمید تدریس میکنه، یکی باعث افزایش مشارکت همه شاگردان میشه. همه شاگردان مسئول است تا ایده ها و نظریات خود در رابطه با موضوع بنویسه. هیچ شاگرد خاموش بوده نمیتونه و همچنین باعث توسعه مهارت های تفکر انتقادی در میان شاگردان میشه، چون شاگردان نظریات یکدیگه خود بررسی میکنه، روی تفاوت ها و شباهت ها با همدیگه بحث میکنه تا که به یک نتیجه نهایی برسه و همچنان مهارت کار گروپی شاگردان توسعه پیدا میکنه. شاگردان در جریان این روش یاد میگیره که چگونه گوش کنه، چگونه تبادل نظر کنه و چگونه تصمیم بگیره و یک فرصت خوب برای شاگردان خجالتی هست. برای شاگردان خجالتی هم فرصت داده میشه که نظریه خود بیان کنه و ابراز نظر کنه. در مقابل این فواید معایب هم وجود داره. یکی نیاز به زمان زیاد داره. در صنف‌های پرجمعیت اگر درست مدیریت نشوه امکان داره که زمان زیادی به هدر بره و نیاز به یک مدیریت قوی از طرف استاد داره و همچنان نیاز به امکانات آموزشی، مثلا چارت، مثلا کاغذ سفید و یا همچنان یک جا برای اجرای کار گروپی داره
و برای یک تعدادی از موضوعات مناسب نیست. به طور مثال آلودگی هوا را چگونه میتونیم که با استفاده از روش پلاسمید در صنف ششم تدریس کنیم. در ابتدا شاگردان صنف را به گروه های 3 تا 5 نفره تقسیم میکنیم و برای هر گروه یک چارت میتیم و شاگردان میخواهیم که چارت را نظر به تعداد اعضای گروه و یک بخش مرکزی تقسیم کنند. سپس موضوع کار گروپی هر گروه هم مشخص میکنیم. به طور مثال گروه اول آلودگی هوا چگونه به وجود می آید، گروه دوم آلودگی هوا چه تاثیرات بالای صحت انسان داره، گروه سوم چه راه حل های برای کاهش آلودگی هوا وجود داره، گروه چهارم آلودگی هوا چه تاثیرات بالای نباتات و حیوانات داره. در ابتدا شاگردان به صورت انفرادی راجع به کار گروپیشان فکر کرده ایده و نظریات خود در قسمت مخصوص خود به چارت می نویسند. سپس نظریات خود اعضای گروه با همدیگر شریک می کنند و نظریه نهایی را در قسمت مرکزی چارت می نویسند و زمانی که همه نظریات خود نوشتن استاد از نماینده گروه می خواهد تا بیاید و کار گروپیشان را به بقیه توصیف کنند. به صورت خلاصه با استفاده از روش پلاسمید ما میتونیم که فضای صنف را به یک فضای مشارکتی فعال و فکری تبدیل کنیم. از این روش میشه که از صنف 3 به بالا کار گرفت، اما بهتر است از صنف 6 به بالا برای تدریس موضوعات از روش پلاسمید کار بگیره، چون شاگردان توانایی بیان افکار، تحلیل و همچنین مهارت کار گروپی را بلد هستند. امیدوارم که موضوع برایتان جالب بوده باشه. سپاس از توجهتان. اوقات خوب و خوشی داشته باشید.